دیلی دلها دیلی تنهای مادر، کش از غمهای جان بر سای مادر. دیلی دلها دیلی تنهای مادر، کش از غمهای جان بر سای مادر. همه نامآوران آرند سجده، همه نامآوران آرند سجده، به نام پاک روح افزای مادر، به نام پاک روح افزای مادر. سرمدی بر طفل انسان، بود آغوش جان بخشای مادر. نخست استاد شعر و داستان ها، سرودی علی زیبای مادر. کند بالا نشینی عرش ما را، دو دستی بر دعا بالای مادر. کند بالا نشینی عرش ما را، دو دستی بر دعا بالای مادر. دو دستی بر دعا بالای مادر. زمین بیرون میگردد از منارت، نگردد گر برای مادر. جهان را جانشین و جاگیریه، نگردد کس ولی بر جای مادر. همه دارایی آفاق از اوست، کسی را کو بود
بر ما خاکی پای مادر زیما آرم خواهیم دم ولی من برم بر ما خاکی پای مادر برم بر ما خاکی پای مادر برم بر ما خاکی پای مادر. واقعا از مهر و از التفات مادران به زندگی ما گرمی و نور میرسد. پس میسزد که ما فرزندان همیشه به خدمت و به احترام مادران عزیزمان آماده باشیم، چون شاعر خوب اینجا گفته است که کند بالا نشین عرش ما را دو دستی بر دعا بالای مادر. دیگر گمان میکنم از این مهر و از این محبتی که مادرای عزیز نسبت ما فرزندان دارند ارزنده هستند که در خدمتشان با دو دست و با دو پا همیشه آماده باشیم ما فرزندان عزیز. و درود و سلام میگویم به شما مادرای عزیز، پدرای گرامی قدر و هر نفری که ما رو طریق برنامه فضای تلویزیونی سفینه تماشا دارید. دوستان عزیز، در مهمانی ما حضور دارند علیشیر قنواتزاده، راهبری انسمبل ترانه و رقص فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان بلان یک شریف جورایف که من ایشان را خیر مقدم میگویم. جمع همکسبانتان را نیز خوش آمدید میگویم به برنامه و شما خیلی خوشبخت هستید که در پهلوتون استاد کریم نظر هم حضور دارند که واقعا این یک درس است برای شاگردان، یک مکتبی بزرگ است برای شاگردان. درود به همه تماشابینان عزیز، مخصوصا به مادران، پدران، اومد به هر یک دلباختگانی شعر و سرود و به آنهایی که عین زمان ما را تماشا میکنند با آنها درودی بپاییم. سلامت باشید. خوب از مادرتون چی مختید؟ از مادر سر میشد الکای الله مادر. میبینید میدونید که چقدر که گیوتی گفته است بهترین و آخرین تحفه آسمانی این مادر است. یعنی که مادر هر آن قدم میزنید، هر آن سخن میگویید، هر آن چشم میکشید، هر آن میجه میزنید، همه تجربه از مادر است. تمام وجود و حیات و زندگی انسان از مادرش میآموزد. بعضا من راست گپ رشکم میبیاد وقتی که، چون که خودم همه خیر بدم، وقتی که رحمتی مادر میگفتن نزد پدر در صحبت میگفتم نه آقا جان من نزد شما هستم. حالا همین فرزندای من میبیاند از سلام دوامش نزد مادر. به خودم میستم میگم که همین حالتای هم بود که در همین حالت رحمتی مادر من 104 به در آمدن در روز زادروزشون گذشتم. همین حالتایی بود که همون وقت یک حالتی بودم که در آمدم گودکا رفتن نزد مادرشون. بعد مادر به زنگ زدم نصریم گفتن بچم چی گپ شد؟ گفتم اوچه جان میبیام همه جانم میبیتم برای فرزندا میبیادم پیشم میدوام نزد مادر. با خندیدن و گفتن یاد داری وقتش به میامدی بچیم در نزد پدر شین؟ میگفتم نه مادر جان حیبتی پدر دیگر من نزد شما شینم. که زندگی سرت با اومد اکن طاقت کن. بعد یک لحظه دلم سبک شد که برای همین گفتنم که منم رشک میکنم که تمام فرزند اول مادرش نظم بینه. من نمیدونم بفکرم همه خیر. از مادر دعا گرفته در جاده صنعت؟ بله، یک مهری نیکشون برای فرزند بسنده است. آخران کنسری که من سال 22 دادم، مادرم 103 ساله بودن، آمدن همونجا طاقت کردن تا کنسرت ما قریب 3 ساعت رسید. سرود خواندم، کس خستن به اهل تالار یک دعای نیک دادن، از آن جمله به خودم هم. من خوشبخت حس میکنم که مادرم برای من خیلی زحمت ها کشیدن. اکنون چخیلی که میگن یک شبه رنجی که مادر کشید با تو جهانش نتوان برکشید. بله، اگر ما هرچند یک عمر از تاری سر فراریم، حتی یک شبه 1 ساعت خدمت مادر کردن نمیتونیم. خب بعد این خاطر شما تصمیم گرفتید که برنامه امروزه رو با سرود مادر آغاز کنید؟ بله، من کجایی که رفتم، کدام معرکه نرفتم،
کجایی که رفتم سرود از مادر شروع میکنم و متاسفانه عین حال مادرم در قید حیات نیستن، لیکن وقتی که همین دعایشون به شما سپر است. بله، دعایشون برای من سپر است. وقتی که همین سرودی مادری سلیم زرافشانفر دستم افتاد، من بیشتر با شاه بیتاش دقت میکنم. یکی از شاه بیتای همینجا هست که زیماه آرند خاک این دم ولی من برم بر ما خاک پای مادر. بله بله بله. از این بزرگی این تصویر است دیگر. بله، از این تصویر بزرگ نمیشه. همین دل من با برخورده و گفتم هرچند که مادر در قید حیات نیستن، ولی همین شاه بیتی همین سلیمی زرافشانفر برای من یک دوا است، یک قوت دل است. سلامت باشین. تشکر. روان مادرتان شاد باد. تشکر. زنده باشید. سپاس. بید با همین انرژی، با همین محبتی که به مادران دادیم، ترانه دوم را میخونیم، بعدا صحبت میکنیم. روزی که باز میرسد وقتی زوال من، یاد کنی از من و نقص و کمال من. نوشین می بخاطری جام شکسته‌ام، نوشید می بخاطری جام شکسته‌ام. خانه چیری حافظ و سایی مثال من، خانه چیری حافظ و سایی مثال من. خالی کنی با دلی پر شیشه های می، بی من چنان که خالی شد جاه و جلال من. گوشی فلک زیناره مستانه کار کنی، گوشی فلک زیناره مستانه کار کنی. بر حقی آن که داد بسی گوشمال من، بر حقی آن که داد بسی گوشمال من. برگوری من درخت مکاری زینهار، آید اگر به تربتم آن نوی حال من. روزی ودا مردیم خونگیریم
چشمای شوخی و گریت به حال من روزی بیدار مردیم گریه میکنم روزی بیدار مردیم گریه میکنم در چشمای شوخی گریت به حال من گر چشمهای شوخی گریت به حال من آن نبلی حال من گریت به حال من. خب یک چمن سپاس برای پیشنهاد ترانه دوم، خیلی عالی بود و اجرایش زیبا هم. بزرگان میگویند که هنر انسان رو بزرگی و شهامت بخشیده و رو روح بلند میکند. بله. هنر زندگی انسان رو زینت میبخشد. شما در وصف هنر همچون یک هنرمند کسبی چی گفته میتوانید؟ میدان هنر راست که یک میدان فراخ است. بله. این هنر یک اقیانوس است. بله. با مشکلی هاش پیشرو شدید؟ بله بله. یگان وقت یگان هنرمند اصیل به مشکلی روی جاده نمی بیاد. برای هنرمند و واقعا برای هنرمند بزرگ شدن همگی یک فایز مادرزاد باشد، لیکن دیگه پیوسته مهنت، یعنی که دویمی از یکمی بالاتر می استاد. یعنی که ببینید مرمرای ناتراشیده وقتی که مرمر تراشید چه جلو میده. یعنی که هنرمندم از استادانش، از مثلا من شکر میگم که من خیلی هنرمندا برای من هستن، از استاد کریم نظر سرکره من خودم خواستم که استاد انسامبل ما بیاین چون که هنرمندی هستن که از اون کس یک چیز آموختن ممکن. بله. هنرمند باید پیوسته آموزد، به مشکلی نمیشد. بعضیا گمان میکنن خیلی میبروی سرود میخونی، برای یک سرود را آماده کردن خودتان هم شاهد هستید چقدر جان میکشید، مثل یک فرزند تربیت میکنید. بله. و تولید میشود. لباس میپوشونید و یا شهامت میتید تا به بیننده و شنونده دسترس کرده. بله بله. تشکر. و بیشتر گمان میکنم با آثار کلاسیکان دست میزنید شما. بله راست گپ درست قای کردید. و با کدام غزلی که به دل من برخورد من همون زمان آهنگش برای خودم چی میکنم و همراه استادای همراه برادران عزیز کار میکنیم، یک جای روی صحنه میاریم. خب غزل های معاصر را با آهنگ در آوردن آسان تر است و از کلاسیکان را؟ این به همون برخوردی همون دل هنرمند و به دل هنرمند وابسته است. مثلا فرق ندارد، مثلا یک بدل یک غزل دارد ای بخردان دور تعین نگزینید. ببینید چه روان، هرچند که غزل های بدل خیلی مشکل است، آهنگ بستنش هم مشکل و درک معنی کردن درک غزلای بدل هم وزمی. لیکن ببینید ای بخردان دور تعین نگزینید، وقتی که من همین علاقه یکم مصرعش خواندم علاقه در دل من پیدا شد. روشی آهنگ. هر یک غزل، هر یک سرود شعر با خودش آهنگ دارد. بله. خب تشکر. و دیگر گمان میکنم هنرمندی که کسبیتش را دوست می‌دارد و تلاش میکند که هنرمند اصیل شود، اصیل باشد در روی صحنه، همیشه بیقرار است، همیشه در جنب و جوش است، همیشه تلاش میکند که یک چیز بیافرد. آگاهی داریم که یک کتابی هم نوشته هستید، اون کتابتون چی نام دارد؟ اون کتابتون کی نشر شد؟ اون کتابتون چی را در بر میگیرد؟ کتاب با نام نوای محبت. نوای محبت، اسم زیبا گذاشتید. ها بله، نوای محبت. روی چوب دید که در آن 60 آهنگ خودم ایجاد کرده خودم به نوت در آور شده است. این با استفاده برانگی وسیع کلی صنعتکارا هستن،
دانش آموزا هستند. سلامت باشید. ترانه سوم چی نام دارد؟ یک غزل از حق نظر غایبزاده است. گر نداری پاس نان خلق نانت میزند. بسیار غزلی خوب است. اگر اجازه دید باشد. گر نداری پاس نان خلق نانت میزند. گر نداری پاس نان خلق نانت میزند. آتش اگر روزی با باغی سبزی جانت میزند. روزی غم خندی اگر بشنیدم این راز پدر. روزی غم خندی اگر بشنیدم این راز پدر. برکی غم آتش به عمری شادمانت میزند. گر نداری پاس نان خلق نانت میزند. بگذری بی فرق اگر از زیر چشمی مردمان. سیل روزی سر به پای تا ندانت میزند. تازی روی حرص گیری لقمه ای را بر دهان. مشت سنگینی ملامت بر دهانت میزند. تازی روی حرص گیری لقمه ای را بر دهان. مشت سنگینی ملامت بر دهانت میزند. گر نداری پاس نان خلق نانت میزند. وحشی خوزی حال بیرون تو ماشی مهربان. در لبی تیغ زبانی مهربانت میزنم. با فضیلت حال آرای اگر نامی کلام. در بلا روزی تو را نامی کلانت میزنم. با فضیلت هان آرای اگر نامی کلام. در بلا روزی تو را نامی کلانت میزند. گر نداری پاس نان خلق نانت میزند. از هنر جفا دیدید و یا وفا؟ البته وفا. چگونه وفا دیدید؟ شکر خدا میکنم دوست که پیدا کردید، رفیق پیدا کردید، آبرو پیدا کردید، عزت دیدید. چی آبروی دارم، چی مزلتی دارم، چی آنجایی که مرا یک کس علیشیر قناعتزاده میگوید سلام میکند، حرمت میکند، این البته از هنر است. هنر است. بله. یعنی چرا که وفا ندیده باشم. سلامت باشید. چون دیگر گمان میکنم خودتون به هنر وفا دارید. بله. باید که از یک دست قرض نمیبرم. بله. باید وفا از دو جانب باشد. بله. بله. سلامت باشید. هنر اکنون دیگر به وفای ما و شما کو نیاز هم ندارد، ولی بله. وقتی که هنرمند از هنر وفا میبیند باید که جفا نکند، هنر را ذلت نکند، هنر را خار نکند. سلامت باشید.
از برنامه فضای تلویزیونی سفینه چی گرفتید؟ تشکر برای شما، تشکر برای اون دستن در کارهای این برنامه، در کاری که در این برنامه ریزی میکنن و ما را دعوت میکنن و بیواسطه با مخلصان خود با شنوندگان خود روبرو میکنن. تشکر میکنم. سلامت باشید. برای بیننده های ما چی گفتنی هستید؟ چی تمنا دارید؟ بس همتون خواهش میکنم که رو به کتاب بیارید، رو به اهل هنری اصیل بیارید، رو به غزل هایی که به درد دلی هنرمند و شما برمیخورد و همونا بیارید. بله. اهل کتاب خوان باشید. سلامت باشین. تشکر. سپاس به هر کدام شما برای اشتراک، برای در برنامه ما آمدن و صحبت کردن و سرود خواندن و امید می‌بندیم که بازم برنامه‌های رنگین، خوبتر، برنامه‌های زیبا را باز با شما و با دیگر هنرمندان تحریزی خواهیم کرد و پیشنهاد بیننده. سلامت باشین. تشکر. بیننده های عزیز، ما برای شما فقط و به همیشه آرزو داریم که خوشبخت باشید، برای همدیگر به خنده بنگرید، زندگی رو دوست بدارید و برای خوشبخت بودن زحمت بکشید، زیرا تنها زحمت کشیدن، مهنت حلال کردن، زندگی رو دوست داشتن، نفس ها رو بر حذر نگذراندن ما رو به سوی قله های مراد برده میرساند. موفق و بردم سالم باشید. ترانه انجامی رو علیشیر قنواتزاده می سراید. تا نزدیکترین دیدار عزیزان. خواهش میکنم. ای آرزوی جانم از من سلام باده، ای آرزوی جانم از من سلام باده، ای راحتی روانم از من سلام باده، ای یاری برگزیده و از یاری خود بریده، ای یاری برگزیده و از یاری خود بریده، ای نوری هر دو دیده از من سلام باده، ای نوری هر دو دیده از من سلام باده، از من سلام باده. آفتابی تابان وای عالم است تو جان، روی از من متابان از من سلام باده، ای آفتابی تابان وای عالم است تو جان، روی از من متابان از من سلام باده، ای مدخلی زمانه اندر جهان یگانه، پردیز من کرانه از من سلام باده، ای آرزوی جانم از من سلام باده، ای راحتی روانه
من سلام باده، از من سلام باده. اتاب است از من سلام باده، ای آرزوی جانم از من سلام باده، ای راحتی روانم از من سلام باده، ای راحتی روانم از من سلام باده، از من سلام باده، از من سلام